خوا سایکو حشمت بخی ساعت سایکو که چند بجه است حالا بخی دیگه بخی بیاده جان قد بخی صدقه سر بیادرم شما بخی دیگه بخی تیزی که خدا آماده که بریم بخی دیگه میدان میریم بخی حالا ما ترا نگفتم تا مادر جان نیم ساعت مانده صبر کن دیگه چی مانده؟ نیم ساعت چطور هفته افغانستان تیز است؟ ساعت افغانستان خدا شکر در افغانستان بخیر رسیدیم. لا میراب جان ینگم خوش آمدید چطور الان جان مادر ساعت افغانستان خوش آمدید من خیلی خسته شدم اینقدر دور است رویا جان خیلی دور است خیلی دور است جان مادر میراب جان اینی خانگاه که قدیمانی رویا جان خانه اجاز نکنیم چرا؟ خانه اجاز نیست اجاز نکنیم تو بیا تو که باز من یادت میتونم بیا تو میاوی رو دور کردن میخانه رو دور کردن اونجا زامت بکرد جان بکن کار کن حالا کجا از ما باشیم مطمئن هستم تمام اتاقا میرفتم توی رنگ افغانی اتاقا سیدیم این لب توش کدگی زیر سیدیم آقا مامای من میبینیم جوش کن الو قصر کن دختی که ایران رو خدا بانی که پس نورستم بخیر آمشه کنم یه کلمه کجکورو خدا میکنم ماما نیست چرا تو میگی ینگی من تو نبودی تو اینجا یک شانای الو سهر حالا بدم دیگه تشت بگی بیار بدم تاملوتک یارو نبی بگه گتش بیار که اینا رو خانه او میگیره نه خدای پاکی باران است که تو باران بارید که تو خوب شد که اینا رو امی رویا جان بخیزه حال روز مرا ببینه که سایکو خودش در امریکا رفته بود میگه که پیسه سایکو که در چی حال روز زندگی میکنم سهر جان ای خدا اینا رو کل جای او میگیره چطور کنم حالا من سطل بده ای خدا میگه بچه چی خبر داره که مادر چی و کار چی و نر داره کجا بانم من اینا رو خانه کل شاو میگیره بچین تو سکو ای باران هم نبارید هم امروز که بچین بخیر بخوبی آمد بارید چطور کنم ینگیم قدم داشتید چی؟ تر قدم بود جان مادر خب اینا رو باش که من گفتم برم بیدارش کنم که بیا تو بیا تو من برم دیگه تشت بیارم بیا تو برو تو برو که سهر بیا که دالش چککت بیا تو دارم بیا در بیرون بیا بدو باش ماما آشمد حالا تو برو با دوام بالا شو نتیزه کده چی کنم اشما کل جای تو چکاکی مثل خودتان واره بیا حالا برو سهر بله مادر الو سایکو تو که یک تکنه کل جای او گرفت خب مادر نه رویا جان خان سایکو که سایکو که یه خانه او گرفت میراب جان ینگر جان این قدم داشتی سایکو به برکت خودت اینه دیدی بچیم جان مادر میگم نه تو خود امریکا بودی از حال روز ما چه خبر بودی جان مادرک خود فهمیدی امی گلکارانم که میارم خدا انصاف بدیشان که صحیح کاغل نمیکنن فهمیدی یا نه فهمیدی یه که کل جای او گرفت شما رو بیدار ساختم اکا من ترسیدم مادر گفتم چیگر خیره برو دیگه بیا برین دم خانه برین تیر شوین کنارم تیار است که گوش نشدین برین جان از اینجا چه قسم تیر شویم چی نه بی چه قسم تیر شویم خیره بیا امریکا رو دیدی اینجا بیا که من تیر شده فقط کس کشتی تا کشتی تیر میشی بیا
اینه تو تیشه و خدا قسم خیلی آفرین ما آفرین ما تیشو مرد دست بی بسم الله میرم جان بیا جان مادر تیش سهر جان چی کنیم دیگه نان تیار است اینه دیدی اینی تو حال مسینه تو روز مسایی رویا جان صدقه سرچم جان مادرک خود پیسایی که روان کردی سکو کنه انوزا دیم کاغل خانی خانه زدیم انوزا هم صحیح گلکاری ها جورش نکن کم کنه بود مادر جان اداقل این بام صحیح جور میکنه خیلی حالا شکر تو آمدی با جورش کن خیلی چی کن برو دیگه نانه بکشیم نانه بکشیم بیا دیگه نانه تیار کنیم بیا باشه اینجا چکک از این یک ذره آرام شد چرا قبول از مادر که نانه تیر کنیم ای خدا بیاد خیلیش که چند دقیقه خیلی باش نان خود تیار است باش کنیم چکک از این آرام شد اینو تو بدبختی هست اگر اینو تو بدبختی هست میراب جان صدقه اولی هم یک جان اولی رو معو گرفته بود سیل آمده بی شکر تر قدم بودین دایمی 2 روز شده که نمیتون بارندگی است دایمی 2 روز بارندگی است اینه که برو خوب شد که در میدان گیریم نکرد تو بارندگی اگه نیست شد بت تر میشه با خدا هیرم شد بت نان تیار است بچه مادر باش کن جا میچکه کل چیز تیار است خب باش که نمی چکه که به صاحب یک ذره کارام شد کل چی رقم نان از اونجا تیر کنی دیگه امریکا گشنام شده باشی روی جان صدقه چامه من یه حالت دیدیم گشنگی به خیادم رفت آیا بچه آفرین تا چطور در خانه زندگی میکنی سخت است سخت است بچه شکر کال تو آمدی جا نکن ناز مادر خود مقصد این روزگار مادر طبیبی سعی که در چی حالت هستم اینه در نیمی زمستان خالی اینمی دیگه اینمی باران کشد فکر کو که آمد زمستان است بیا میشیم شما جویدش میکنیم آمد زمستان است شکر کامل این بخیر به خوبی جورش کو خچی کنون برو بکش بیا جان مادر نیک تو گوش نشدن یا مادر جان سعیس خال اونجا چکک میکنه اینا نانم خالون چکک شاستاستا شد دیگه گوش نشده میراب جانم گوش نشده یام گوش نشده این چیز بیادرم هم تو هم گوش نشدی بیادر جان گوش نشدی الو طرف بیا که میتونم بخی سعید میشم ای وی گمش کی بارندگی خودت بی وقت بارندگی شد که ایران به خدا ایجبانی نماز تخوندی جان مادر بر خوب کردی خدا قبول کنه خوب از بچیم جان مادر که اگه می امریکا هم رفتی یعنی همین نماز یادت فراموش نکردی در اونجا هم نماز میخوان رویا جان شکر مسلمان هستیم خارج هم گوشیم نماز باید بخوانیم خیلی خارج رفتی نماز یا فراموش شد نه نماز یا که باید بخوانی خیلی ببینی رویا جان هم میخوان میخوانه یا الله بر شکر که مقصد نماز تو بخی بچیم که کم شده بخی چککش کم شده خیلی بخی برو به خدا که مکه خیلی سرش شده بتانم پیش ما سهر میاریم خوب برو بیا خیلی ماما چککی تا سفر پیش وی چرا تو کترال کنایم میگه؟ عادتش هست؟ نه رویا جان کتره و کنایه نمیگه یه همه تا عادت داره فهمیدی؟ همه تا عادت داره با خیره لطف خوشش تنها در میدان دیدیم یک ذره خیره انشالله با تخوی بیش بلد میشی رویا جان قم قربانش میدم قصه نشو آره به خود دیگه چی بگویم بیادر از دیگه کشیده هم نمیتونه بشه از خانه به خدا این دایگان کار خانه یا که چی سهل جان میرم یگان جایی که میره باز میای کتیم کمک یا میکنه آل خوش شکر الله شکر سر تو که به خیر به خوبی آمدی در خانه و جای زندگی جان مادرک خود چطور میرم جان کش نشدیه؟ باش خیر میرم سهر دخترم تیسیز بیار دیگه بچه وی خدا گمش که تنادستی هم مشکل از جانک ناز مادر خود شکر کال تو آمدی یعنی به خیر به خوبی باز انشالله کل چیز علمال میشه جانک ناز مادر خود فهمیدی؟ تیار میکنم بازی که قرار کردم یک قطار میکنم برم بخی ترکاری میاد چی کردی؟ اون جور کنیم مادر اون طرف هسته ترکاری وقت جور کردیم اینجا ترکاری این بهش قابار است که یکی شهر هم بگید بیاز دیگه اینا عروس گپ میزنه سرش چرا؟ برو پشت گپ نگد که روز اول است بخی برو سرخان آور بخی برو ماما جانم سرخان آور خواهم ما برو سرخان من آور دیگه سعی میکنم هنوز نشده برو بخی نگفتم برو چرا بکش تو بیشه خو یکی بریم سرخان آور برو ماما خواهر گرفته بیار
سایس من بسم الله. قلبم پخته کدی که ایران خدا بون خوب قابلی آمده به خدا قسم. خدا کنه که زردک کشمش خوش داشته باشه. داره برو مادر. بیبی کالو نسوزه و دیگه نسوزه. نمیسوزه مادر. چرا بسوزه؟ بیبی که نسوزه و دختر الو در یک نون کشیدن تو یک قطال میده که ایران به خدایش باری. ما هم کش نشدیم، تو هم کش نشدی، رویا جان هم کش نشدم، میراب جان هم کش نشدم. من بود که قضیه نه برابر کاش کنی یک ذره برنج به زردک کشمش میگرفتم میشه سگازی نمیخود به زردک کشمش میدم یعنی من را یک نگفتینی بخیر دیگه ببر بخیر خب مادر شاید هم رقم بخوره دیگه خدا اونجا من میرقم خود تو دیگه بخیر بخیر دیگه برو ببر بخیر یک گپ میزنی افکارت کرده گپ زیاد است خب مادر اینم میبرم ماما آور که سرخانه آینه آواز کردم گاز قیمت شده که ایران به خدایش سعی کن چی ده؟ نه برو دیگه چی کنیم که بکشم برو 4 نفر هستیم 6 خواب میکشن برو بشینین دیگه سعی کن که دختر خدا کنه که خوش داشته باشه لوبیا نخوده برو دیگهش بس میکنم ما ترکاری بیاره بردی دیگه برو دیگه دیگه باز سعی کن ای خدا چطور کنم 100 دفعه میگمش که در پتنوس جک گیلاس کل چیزمان یکه میگیره میبرم دختر دیگه خدا جان دیگه اینا رو باش دختر چقدر بیا خدا چقدر باش مادر ما جک پراو کده بیارم برو ما تو را 100 دفعه نگفتیم که در پتنوس بچیم به شرسته جک بان گیلاس بان مرچه نمکدانی بان قاشق بان مادر من روز خوش هستم ای خوش هستی میراب جان بگه دیگه جان مادر بگه که از دست خوشیست که ای خدا جان اینه بگه دیگه بگه نام خدا من میفهم که تو اشتیاقه زیاد است بگه جان مادر اینه بگه دیگه بگه چیز زحمت شدین مادر جان زحمت نه بابا چیز آمد بچیم یک ذره از مکه هست امی سحر دخترم امی صد که میگمش میم جان مادر بشرسته پتنوس بان او گلاسا مرچ نمک کل چیز بان نمیونه اینه برای سحر نکشیدیم خیلی ما خودش چیکار برشون سحر جان سحر رفت اینها رو تا که پشت او رفت 100 دفعه گفتیمش که او دختر کل چیز میگه مادر خوش هستم که بیادرم آمده کتی نمی دست میخورم دیگه تو وطنکی بسم الله خدا خوش آمدید بی با دخترم لوبیا نمونده بگی جان مادر بگی 100 قیصرت شم بسم الله یورو خاطر ما بگین بود پیزا و ساندویچ نیستیم غذای وطنی که می‌خوریم خدا چقدر دق شده بودی پشت بریم که دیر با دیر میخوریم درمانش هستیم پیزا و ساندویچ برمون سحر جان بخورش ما مسعود بچه خود شوم الله شکر که چقدر دیر بود در پالی میشی بچه سحر جان جک گیلاس بیار بچه از دست خوشی یادم رفت بده برو بدک بش قاب نان بکش بگی بیار مسعود قید شوم برو جان مادر ای خدا چقدر دیر بود در پالی میشی بچه نان میخوری ها رویا جان خدا چقدر پشت نانای وطنی اینجا دق شده باشه اونجا مرچند پخته میکنیم ولی مزه که از اینجا می داشته باشه نانیاش اونجا نداره نیم خوب مزه داره مدرسه سرک تایلات جان مادر مادر جان نظر خوب شد خوب برو شکر که خوب شدی بچه شکر که خوب شدی ما دیگه تشریفاتی نگرفتم بچیم هر چیز است تشکر ما دیگه تشریفاتی نگرفتم بیا جان بی کالتون نگوی که من سلام نکردی بگی پرت از امو بابا تو گلایی ها؟ اوه تو گلایی میکنه که ایران خودش بون خود دیگه دارم ندارم یک دانه بیادر دارم یک تا بیادر داری؟ ها؟ یک تا؟ دیگه نه خیلی تو نازدانه نی؟ نازدانه است دیگه نازدانه است بگی دیگه بیادر جون بگی
خدا برنج قابلی بدل تا آمدن مزدار آمدن آمدم خوبش آمدن بی این خیلی بینی با میم یادم رفته بود بچه خیلی مادر جان خوش هستی بچه تا ماله بیا دخترم بیا با میم اینه بیا میرم جان بیا با میم که برت میپتیم حال ماما باز نگوید طرف من ماندی نه خیلی بیا ماما داره خوش بود قاشق دخترم جان ما ده صدقه چم ایخو خیر زن بیادرت است بیادرت است مشکل نیست صبح روز بخیر پشت بختت میریم تو بیشرستگی کار کنی خوب نمیشه یک دفعه سرخانه میریم یک دفعه جکه میریم یک دفعه یک بشقابه میریم کلش آدم در پتنوس منظم تفاصل ده میری جان مادر این خواهد گناهی نیست بیادر زن بیادر خود ایدونی شده گناهش نیست نه اشمت جان به خدا باور کن یکی نباره که امروز بارندگی بگیره اون شکر دیدی که چی رقم شکر دیدی یک رقم شکر که تی شده نمیشه آرس هم نگاه آرس آمد کرد خود سیل گرفته و ترقدم بود شکر آرسم شکر ترقدم بود در امریکا خدا که باران میبرید چقدر خوشایند براتان میبود مادر جان ولی از اینجا خوشایندتر است بخو دیگه بخو بیادر جان بخو ماما مثل که از دیدن ما هیچ خوش نیستی نه که آرس امریکایی خوار ما دیدم بخو شما که نبودین تعریف هایتان زیاد میکرد ما ببینیم که او تعریف هایش بجاست یا بیجای میبینیم انشالله بخو بیادر جان بخو که نان در جانکت بشینم سحر دخترم با میگه میگیری جان مادر نه بگی خیلی سرکاری بگی جان مادر بگی خیلی سرکاری بگی بینان در گلونش جمع نشن رویا جان بله ماما خدا کنه که نان مزید داده باشی مزدار بود دستکایتان درد نکنن رویا مزید داد نی سحر دخترم بله مادر بچیم ظرفایت ششتی نه مادر نشتی نه اینه بچه چای جان جوش کن برو خیلی من چای بیارم میپتم ظرفه که تو بشی خود جان مادر خوش هست اینه باش که گلاس چایم بره رویا جان پرتم با من انداز مادر جان خیلی میرم که سر جان کمک کنم دم ظرفی الله شما چایتان بخورین قصه کنین خبر سیز کورت خدا نکنه برو میرا جان الله جان مادر یاولی سیکو قدر پیسا را به نظرم کلش به خوردنشان روان کرده بودیم هیچ چیز جور نکردن هیچ چیزی کوت دل بیبی حالا کلی خبر شد که ما از امریکا آمدیم اینا به دیدنم میان مادرم بیایه خالایم بیایه دمی خانه بیایه دمی زندگی بیایه دمی روز اول حساب ما خراب کردن چی کنم شاخ شمشادم اومد هیچ همون تو اومدم کار دارم توی یولی رسه که بلیاز خدا بلیاز قرآنی خانه و زندگی ری بی باران بی یک دفعه پرسان کرد مادرت که مقدر پیسا رو چی کرد؟ در خانه چطور نبود؟ ما ایستمتا رو ببین یک بار ایستمتا رو ببین این وضعیت اینجا رو ببین کلش از امو وقت است که ما رفتیم پیسه کردم شکم یا خود پیسه نان یا کار داشتم
اخبار جان؟ ها چطور کرده خود کب رئیسی؟ هیچ همیال سحر گفتم که برو چای بر گرفت چای آورد بر میراب جان چای انداختم دیدم که رویا جان آرستم اجاز بر ما رویا جان آرستم میفهمی که نمیال چی میگه مادر جان تو چای بخور خیلی من میرم که کتی سحر جان کمک کن در حساب ظرفشویی و یا دیگه بر میراب جان چای انداختم میراب همه قمر گفت مادر تو باش که من دفعه برم که چی میکنم دیگه نمیفهمم تو دیگه دلت خوش که حتما براتی رفت کرد سهر دیگه زفاره میشه یا؟ چرا؟ بگی من خمیال یک چیز دیده آمدم چی رو دیده آمدی؟ من چون کدام میراب دوریاوری چی میگفت دیگه میگفت؟ بله در بیخ گوش مهراب پفکرایی بود که نمیفهمم که چی میگفت مچم درباری تو گپ میزد درباری سحر گپ میزد چی گفتم میرفتی؟ دیگه من دور بودم صدایش را نشنیدم که چی میگفت من دیگه شا نمیفهمم ما نوکر نیستیم که اونجا جان کنده بریم کار کنده بریم شب و روز پیسه روان کنیم یا کلش در شکم بزنن نه جور کردن خانه صحیح سونه رنگ رخش جور کردن یه رقم نبست دقیق خراب چقدر خوش باور هستی بابا رنگ رخش جور کردن میره خانه از دیگه میاسته چطور میشه خیلی تو فکر کن مادرم همین دمی خانه بیای می خانه زندگی رو ببینه و چی بگویه بیچاره دمی رقم خانه بیای پیش من میای خلاص پیش دیگه مشکل نیست میخوام سروت زندگی دخترش خو میبینه نیاز سر نخوردن یه چقدر خوش بود باز امیال خودش خیست من خود چیزی نگفتم شم هنوزم میراب بچه من گفت که میراب جان نام خدا چه خوب خدا سمت نصیبت کرده مادر گفت باش تو من عادت از این میفهم ما برم برایم که چی گپ است چی میگفتی دیگه ها من خود دور بودم اما از روی عروس امریکایی معلوم میشد که خوب دیگه تشواری علنگ کشیده بود حالا پدری گپ نزن پدری گپ نزن که این میل به خدا دم دستم حالکتی سحر نمیکرد ظرفارو نمیشه سهر دستشان بود که آمد خلکج کور و خلای طرف و طرف اکتای بی جای سایکو حشمت بیادر امو دختر در امریکا عادت کرده توی را زیاد کتره و که یا نگو یه هنوزه در خوی بوی ما شما بلد نیست تا کی بلد شد باز یک گپ دیگر را برات میگم پیشوری بچه نگو که بچه زیاد بد خوی است تا اینا بلد است باید بلد شود تو بچه من نمیشناسی بچه من که بد خوی است که اینا خداییش بانی بد خوی است یا زنزلیل است کدامش بچه من زنزلیل میگی؟ بچه من زنزلیل میگی تو دانی خدا؟ چی بگم؟ از هن خود میترسه؟ نه از هن خود نمیترسه حشمت جان بیادر جان اینا رو این قانون و مقررات امریکا از خارج یا تا کابل فرق میکنن خواه دیگه در خارج کس میفهمی؟ در خارج کس میگن زنازور است مگه من سنی بچیم که میبینم این بچیم به خدا قدم خارج مگه تغییر کرده باشم ای خاله چطور ساده هستی نفرهای خارجی ها اکچری اصلیشان که تمثیلشان زیاد است این رو باید بفهمی هدف ما ایست که ما تو شب روز کار کرده میریم اونجا یک رپر به خود نگاه نمیکنیم به یا روان میکنیم باز تو سعی که تو حتما بدرد داشتن آبوتی کنه زنگ خوش جور کردن بسیار چی رنگ رخ هم دارن اما خدا اولی رقم بخی جواب تو کات که بوده خانه بوده دورش کنه حتما بیاز که تو هش خدا دلم بگویم بیفایده از گمش کن دلیل های ناک میگه برم من آمدم که یک دقیقه اصحاب ما آرام کنم وانا کسیشون فکر کنم خلاصت میتونه بید در خانه میه آن آمد باش که آمد بن ازش بسان کن که چی میگه چه بطور که باش که چی میگم میراب جان چی که جان مادر بیا بشیم خوب قصه کار کردی کتی زن دیگه چی که بود؟ خیرتی؟ ما بگی چای بگی چی میگفتی جان مادر؟ چه ما تو قصه داشتم
وقت تیتش جو بلای چی ده؟ هیچ میتونم خب رویا را حتما کدام چیزی میگفتی خب اخ شکر که سرزنت زور استی بچه شکر که سرزنت زور استی جان مادر راستی چی سوقاتی آوردی؟ میخوام صداش رویا بله سوقاتی ده بیاد چرا تو چیغ میزنی؟ خب سوقاتی ده کم بزن تو به خدایا بچه دبری کامو تو سر سیاست داشتی خب بس خب من گفتم اینجا من نیستم باش که آمد چی کردی رویا جان؟ خوبه کل امریکا رو نورده بودی اگر این شاید همسایه‌رم خبر میگیری وی خدا جان بچه آلینی که خودت آمد بچه چه دارم بزی؟ ببخشید نفتید از دست مادر جان بخشید بگی شفتا لخشید اوله دیگه دست است میلخشه تو چرا که سوقاتی بودی بچه جان مادره که خود صدقی سرت شام سهرا صدا کنین که زن بیادرش برش چی آره آورده؟ سهر کجاست؟ سهر همین که جان خودت آمده بودی به من همه چیز بود همین که همون زن تا گرفتی آورد اون همه چیز بود بچه سهر جان تو بخی برو خیلی صدایش کو بخی باش من سهر صدا کنم برو صدایش ظرفا رو میشوشته آشپزخانه ظرفا رو میششت کاش کمک میکردی؟ من رفتم گفت نه میمان هستی انگه جان خب خب خیر مادر جان تو بخش شما رو بتون این رو به خاطر خودت آوردی مادر جان زنوه زیاد درد میکردی زیاد شکایت داشتی وی خی ببینی الله درد زانوایت به خیلی خوب میشه خی ببینی بچه حالا شدی سر جان ای فکر میکنم که چیز یک دانه در شیر خورده میشه خب دیگه خی ببینی برای زانو این طرف آورد اینو برای ماما جان آوردیم انشالله خوشت بیاد میفهمم که بسیار تو با کلاس هستی بچه شاید این چیزا رو بگو استفاده نمیکنم دو امریکایی چقدر قیمت از جان و مادر ها؟ تشکر راستی این شامپو هم خواست به خاطر خودت آوردیم ماما جان وی موی خودت یک رقم اسپیشل است نه یک رقم شامپو هم مفسدش از او خاطر تو از درشتی مویت شکایت گفته بودن که مویت یک مشکلات داره از او خاطر رویا جان که تو با میگم درشت است مویم خوب است نارون مویکایت نرم میشه چه پتم بر دختر این یگان لوازم آرایشان بر سرجان آوردیم انشالله که خوشت بیاید تشکری جان زحمت کشید الو چقدر تو مرد اینیشه چقدر سامان آرایش آوردی دخترم وی نیشه بر لبای ما خوب میگن بخی برنگ چادر دست مادر جان خب خیشم هم میگیرم سایسته بچیم مادر سحر گفت خب خیره سر جان مادر جان این یارم به خودت آوردیم خیمه بگید نمیگیرم فشارت پایین میشه نه دیگه اینا دیگه صابون است و کریم دندان است صابونای اونجا خیلی خوبش است بیاد صابونای از اینجا میگه که خوبش است که شنبه باشی تا دیگه شنبه گوش نمیره یا خوردن ماما یا کریم دندان سموالم خیلی پودر صابون آورده یا شامپو است اشمت بیا در جان قنخوم آرسم خیلی که سمال امام نکردم صابونای از اینجا که از شامپوهای از اینجا که از کریم دندان از اینجا که از خیلی اصل سرجانی رو اما بخواد تونست میرم جان اصل است نه هیچ بس سبوسه که موی خیلی فایده داره ماما جان خب تو موید که جلبل میکنم زی خاطر از از شامپو میشم استفاده میکنم من خب خوبش است خیلی ببینی لا نیست تو بلق میگم که میدیشم الو نه خیمه باشه یک دانش تا میتونم دندانای تا چیکو بوشوی کدیش بسیار خوبش است یک خوبش است الو از همه که دینیم صابونای مرا خیلی خوشم آمد اینیش بسیار خوبش است مادر کدامش؟ اینی دف از دف میسازی دیگه این باز میگن که بوش
از این بیاین تا دیگه شادنشی میگه خب از اونجا امریکا کرد زود دیگه خدا نمیشه اینجا خب حداقل شب 2 روز بعد تو خواهد من 3 روز بعد خدا میشی این از این استفاده کن نه مادر رو با مامایم نتی دو تا آورده یک شست روز یک شست نهونه انگیم زیاد خونه آورده کلش بر مامایم دادی خیر یکی رو ما تو میشیم بچیم خیره کنار مامای دیگه این نیوا سیر خودت بگی مادر جان خب برو سعی سلا خدا کتیت خوبی کنه خیلی ببینی دخترم جانک نازم من فهمیدم پیشتر کمی برم دیگه سر دسترخوان ما گفتم البته خیلی میری کتی سهر جان دستشویی میکنی خب خیلی اونجا که رفته بودی از خاطرم سوقاتی ها یا گپ میزدی کتی میراب جان دی میراب جان میگفتی که مادرت ما گفتم که من زیادتر همی دوا و یاره به خاطر بر مادرش آورده بودی این چند وقت بخورم بچه این فقط صبحکی ده شیر بخور مادر جان یا شب بخور یا صبح شب یعنی یک وقت مامایم میگه بته 1000 میلی گرم از باز خیلی او خوبش هستن حالا ماما جان فرار نکنم تو رویا جان باز 1000 میلی گرم است باز بر من نقص نمیکنه نه نقص نمیکنه برعکس فایده داره خوشن که برای کسایی که در جیم میری خود جیم هم نمیری کلاب هم نمیری تو خیلی ورزشکار که یعنی مادر جان نرفت خوشوی امریکایی که خبر نداری خوشوی کابلیستی تو ماما یعنی مادر جان یعنی اینو بخوری هیچ ضرورت نداری که جیم بری وی بچه‌م جیم کجاست مالا کجا جیم است بیم خیال که بوده پس خیلی باش گیره من بخورم نیورو مادر الو بانک پایای من درد نکنه زانایم درد نکنه هر چی تو بخوری جیم میره بخورم زن مامایت لاغر است مامایم لاغر است مامایت ما ایران ماندم فکر کنم در خودش دکتر تغذیه خواندی خب خب تو چیزا استفاده میکنن نه چیزا استفاده میکنن خیلی ببین بخی دختر میاره کس دیگه بگی خیلی من پدم باکس بونج باز بیاد زدم خونه باز میگه من پدم باکس بونج باز میگیریم بخیر بتشم ما یا میبری شب خیر دمی میمونم من خیلی باکس بون بادم اتاق باز جای بجاش میکنم از من اونور باز وقت رفتن اگه دلم شد باز میبرم اگه نشد باز بخودتان باشه الو میگه کام ما و کرام تو ایواز شکر بکنی بگوی خیلی ببینی خانه تا آباد که آوردی یا همون خودش کامی آمد در کجاست خودش کام آمد در کجاست از امی یک دانه میال نخورم یا این که شیر خورده میشه گفتی که شیر خورده میشه نه نامش کلان دیگه بیان آمد از امریکا که کشفش آمد باز تو فکر هستن الو تو خیلیت در ات گپ ساز است یا خوب شد که تو زن نبودی اگه زن میبودی کلا گیر سراخ میساختی که او آی نکایت گفتی ازی فهمیدی نفهمیدی بخی دخترم امو چی رو ببر بخیز ببر خیلی مادر گفتی مامای مگزن میبود دنیا رو بدون گوگل در با خدا بدون گوگل شوی خدا پلتا میزد شو از سازی در میگیره شو از سازی در میگیره بینه جانه باتم برات میرم جان مادر من رویا جان چای باتم برات صدقه نه مادر جان نه من زیاد چای نمیخورم تو زیاد چای نمیخوری؟ نه باز راستی چیز امی میراب جان گفت که کنفاس چیست از اونو گفت زیاد میخوری تو کافی چی؟ کافی خوب کافی در افغانستان چی میگن برش ماما؟ قهوه چی؟ قهوه خب ما چم زبان من قچه نمیگه با زبان عرضی مردم کافی خب کافی خیلی باش ما اگه چی شد ما بریم ببینیم که اگه کافی چیز ما ببینیم که اگه باشه برای تگیر واسه کافی جور کنم چطور؟ حالا جور نکن مادر جان بشی شش نیست تازه نان خوردیم خب باز نار سر درد نشی جان مادر نه نمیشیم تازه نان خوردیم بلیم شب باز براتون میگم به ماما باز بیار از چطور است نی آب هوای افغانستان چطور است خیلی خوب است خیلی خوبش است معلوم میشه بله بسیار خوبش است تو خوبش است وی راستی رویا جان باش مرغکار خنوزه ناوردم میلا ندادم برات مرغکا داریم 4-5 دانه که میفهمی روز 2 دانه تخم میده 4 دانه ما رو 2 تا تخم میده 2 تاش خراس است 2 تاش ماگیان است صدقه شما سعیس مادر جان من ایران ماندم 4 دانه مرغ است روز 2 دانه تخم میده بچگکم که هست همین تخم خانگی باز زیاد خجاله به خدا باور کن که هر روز که مرغ تخم میداد هر دوگه زیر نظرم بودی از خاطر تخم؟ از خاطر تخم زبان دراز شده؟
موی آوستا میبینی؟ نه که بار که ازاره خنده دادمش که ازاره اصلا چی خوب از در خنده کرد میگه از خاطر تخم برای یاد خب سعی که ماما دیگه چیزا یادش نمیم از خاطر تخم میبینم و یادش میم چرا؟ نه رویا جان امی اگه باورت پرسان کنم در امریکا مرغ نگاه میکنن نه در خانه نگاه نمیکنن اجازه ندارن در خانه اجازه اونجا ندارن یک به شک یا پاپی یک چیزم نگاه میکنن مجبور هستن از خاطر از تکس بپردازن که کت از مو ساعت زندگی خود بله، تیر بله. کنه نه که ساعت باز. زندگی معنی مرغ در نگاه تکس کنن؟ مالی هست فکر کنم. چرا؟ بله، اما. ساعت خود سعی که در اونجا مرغ یا نگاه نمیشه غیر پاپیگه که یا نگاه میشه اجازه ندارن اجازه ندارن اجازه حالا ندارن اونجا کی میشه ما گوداری چند تا کنیم پاپی داری در اونجا؟ نه حالا بیکار نمی باشم پاپی نگاه کنم وظیفه می باشم باز یکی دیگه تون خود دیدن میتونستی نی؟ بسیاری کسا میگه که در امریکا که بیدی زن از یک دروازه میبره شوی دیگه دروازه میبره اولادار را تا دیدن نمیتونه نه اوتر خانه است دیگه مادر جان خب هر چیز پلان میکنیم هر چیز تقسیم اوقات برش داریم چطور میرم جان؟ تقسیم اوقات است پلان از روز رخصتی معلوم است تایم کاری معلوم است خب با تو شب تا صبح کار میکنی؟ ای کارم که میگه دو پیسه کم به مادرت روان میکنی حالا بخواستم هر چه کشیده بودی باید رو عقد بود باید رو روان میکرد. از پیسه با مامان میدادین باز میگن ویلی به ماما کتی میره همین که حوالا میکنی من خود چشمایم نمیدی دیگه سعد جانم قدر کتی خود زیادتر نمی بردم اینی اشمت جان کتی میره اشمت جان کتی میره باز حوالا و یارم میگفت باز اگر 2.5 ساعت روان میکردی 50 شایی میگرفت اگر 1.5 ساعت روان میکردی 50 شایی مقصد 50 دلار شایی کت میکرد میگرفت خینا اینجا نیست تو خوشحال است دیگه خانه خوارم است. خانه خوار است دیگه خانه خوار است باش که ما برم ببینیم که راستی مادر جان پدر جان کجاست هیچ چاشتم بر نان آمد رویا جان قم ما پیشتر که گفتم سر زمین ها شو میه به خاطر که دل بچه ایم نفتم که بگوین منتظر باشم که شو برم پدر اولادایم که هست فقط دیگه در ولایت کنر رفتم اونموج است او معلوم نیست که چی وقت بیه مگم تلفنی کتیش گپ زدیم خبر داره که بچه بیخی دل از او جمع شد گو برو شکر که میراب جان آمد خیلی دل من جمع شد گو من تا دفتن نگویشان که سر اصابشان تاثیر میکنه بگو سر زمین ها یا است دیگه نه پدر اولادا کنر است از اون خاطر من تنها بودم که تمی سحر جان دخترم این اگان شب خیلی ببین اشمت بیادرم میامد اینا رو شکر دایی میکشم که تو آمدی و بچه کلانم شکر آمد خوب مقصد خوب باشن بله ماما بیا اینجا بشی ما از اون خاطر دفتن فامیدی روی جه من از اون خاطر دفتن نگفتم چرا صد که نباشه پدر از جگر خون میشه با اونو خاطر گفتم سرزمین ها شو میه نه بابا در ولایت کنر رفت اون موجه مصروف زمینداری است دیگه چیز یگان دفعه این سحر جان میگه خود دیگه بگی چای نپرتم برتن؟ نه چای نمیخوری بگی بچه مثل چاکلیت پوست کو بخو بگی من فهمیدم که جگرخون میشه گفتم اگه ناره بگویم که پدرت کنر رفتم گفتم خواد بگی که ای مادر جان جگرخون میشه با او خاطر گفتم جان نکه مادر خاطر وی بچه اهمیت شکر در کل ولایت هاست شکر از این خاطر اهمیت بود که بچه پدرت گفت خیلی نمیرم دیگه که ملک چقدر زمین دارایی یا ما شما داریم باغ زمین ها میلا بود مخصوص خیلی نفر اون پدرت رفته شکر الله ریزش کردی بخیل چطور؟ باران کد نه؟ ها؟ بوی افغانستان در دماغ قصد از دکام شده این هوا رسید به خدا هوا رسید باران باری شاید از او خاطر هوا رسید خیلی خواه جان خوب شد که دل جمع شد میراب جان آمد و ای عروس جان ها خیلی مام در خانه برم خانه میدی؟ ماما بیشی شو ماما دور باشی برم بیم خانه خودم از کس مانی شده نمیکنم که نیا برم خانه ماما بیشی بودم شب بیشی باش خیلی زن مامی زنگ میزنیم که خانه نگشته باشه که باز رفتیم مشکل نیست نی مقرر مثل دگاه زنجلیل نیست که زن پتکه کنه و به هر صورتش چیزک باید خانه باشم خوب است چند برو بیادن خیلی میری کم شوای تنهایی آمدیم
خدا کتت خوبی کنه که همیشه خبرم میگرفتی جانک خوار دارم ندارم خوار دارم آه خیلی ببینی خیلی ببینی خیلی ببینی خوش تو مینه بادم بالم چشم زیاد روشن باشه آه زنده باشی سلامت میراب جان آمد و آه زنده باشی کتی رویا جان من برم دیگه برو خیلی که رفتنی که هستی بیدا جان برو که ناوقت میشه ناوقت میشه به این خاطر با یه نمیبره گلاسه بچه نمیبره خانه مخی گلاسه زیاد گلاسه اصل برو پناهگاه کت به خدا برو ماما نمیشینی خیلی برو نه جور باشی جان ماما برو اگر نیاز شما دارین خب باشه نه برو بچین با توفای شبتی من در چیزی خورده ریزه من فکر نمیکنم نه برو توفای شبتی اما ترس کتر اول برو توفای شبتی بچه خداحافظ کن برو بچیم تا پشت کوچه رو برو کتی نه بی باشتو برو تو برو برش خداحافظ کن برو پناهگاه کت به خدا برو پناهگاه کت به خدا چیزهای خورده ریزه فکر کو ما وقت را چقدر قیمت گرفتیم برای ازی که باش کلان است مشکل نیست هر چیز بگو مشکل نیست من نمیفهم خیلی مشکل کجاست مشکل چی مشکل دیگه چی گفت چطور نیسته ایواز که قدر عزت کنه تشکر خیر ببینی از او قرای دور و کلگیشی به دولش همه ترس یک ما اشتباه میکنم من غلط میبینم نه خیلی ما اشتباه میکنم Good morning چی میگه؟ چی؟ صبح میگن صبح بخیر چه خبر سر صبح؟ چاش بخیر ینگه چاش چه داله؟ چاشت؟ مار بود در اتاقت؟ نه مادر کل اشارات احساس میکردم شب در اتاق ما جمع شده و خدا دستایم از بس خوریدیم کبود شد رویا جان تو خدایت شکر کو که ما این خانه را دوای خسک زدیم اگه نه هر خسک اینه میفهمی دیگه چی خرک هم داشتیم خرک اینجا افغانستان صبح شده صبح اتت جارو بکو خب اولی جارو بکو فهمیدی اینجا افغانستان است چلپاسک نه باش کار سرنان خوردن هستی که دل بد نشی نگاشه نگو مادر ما؟ نگاشه نگو سرایز باشه برش سکو دیگهش که روز دیگه یادت هست هنوز پیش از که دوا نزده بودیم که از قاموزکای کتا بود سیاسی این هنوز دوا زدگی نالش میکنه ماشین هم ندارن خیلی کالار چرخم میشویم که دست خوششتن همیشه پرده کلان شیز فت نه شوید برم بخواه گونه دیدی